تصور کن نیمه شب از خواب میپری، چشماتو باز میکنی ولی نمیتونی حتی پلک بزنی. یه چیزی سنگین و سرد روی سینت نشسته، میخوای داد بزنی اما گلوت خشک شده و فقط یه چیز رو میبینی، سایه‌ای سیاه که مستقیم تو صورتت خیره شده. مردم قرنهاست به این حالت میگن بختک. لحظه‌ای که مرز خواب و بیداری پاره میشه و یه موجود ناشناخته به سراغت میاد. بعضیا میگن بختک فقط فلج خوابه، اما چرا همه بدون استثنا همون موجودات سیاه و خفه کننده رو میبینن؟ یکی از وحشتناکترین روایت ها از روستای شمال ایرانه. مردی اینطوری تعریف میکنه: شبی حس کردم کسی وارد اتاق شد. نتونستم تکون بخورم و فقط صدای پاهای خیس روی زمین می اومد. بعد یه زن با موهای بلند، صورت تاریک و دندونهای تیزی روی سینم نشست. نفسم قطع شد و چشمام داشت از حدقه بیرون میزد. وقتی خواستم داد بزنم او لبخند میزد. صبح که بیدار شدم جای کبودی انگار پنجه چیزی روی بدنم مونده بود. دانشمندا میگن این فقط فلج خوابه. مغزت بیداره اما بدنت هنوز خوابه. ولی سوال اینجاست: چرا همه یک چیز رو میبینن؟ سایه های سیاه، زن مو بلند یا موجودی با چشمای قرمز؟ این خطای مغزه یا چیزی داره از تاریکی وارد دنیای ما میشه؟ میگم وقتی بختک سراغت میاد هر کاری بکن، فقط به چشمهاش نگاه نکن، چون هر کسی مستقیم به اون چشمها زل زده هیچ وقت مثل قبل برنگشته. پس دفعه بعدی که نصف شب بیدار شدی و حس کردی یه چیزی روی سینت نشسته، مطمئن باش تنها نیستی.